ساحل دریای مدیترانه و نغمه کوهستان‌های کردستان. کردها هزاران سال پیش در لشکرکشی‌های ایرانیان و صدها سال پیش در جنگ با صلیبیان به کرانه این دریا رسیده بودند و برخی خاندان‌های لبنانی تبار کردی دارند. اما کردهای امروز لبنان طی همین قرن گذشته به اینجا کوچیدند. در این کشور همزیستی ادیان و مذاهب، کردها آزادانه در جشن ملیشان زیر پرچم دولت کرد عراق و انواع و اقسام احزاب کرد پایکوبی می‌کنند. از نماینده حزب الله لبنان گرفته تا سفیر عراق هم در جشنشان شرکت می‌کنند. نوروز یوم جدید، عید وطنی للأمة الكردية منذ 2711 سنه. در لبنان سیاست زده نوروز هم سیاسی است. هذا عيد قومي عندنا عيد الكراد يعني هذه بترمز للحريه. این عید ملی ما کردهاست، عید آزادیه و هر سال در این روز سالگرد روزی رو جشن میگیریم که کاوه آهنگر ما رو متحد کرد و از ظلم پادشاه ستمگر آزادمون کرد. بسیاری از مردم لبنان آشکارا به رهبران خارجی مربوط به مذهب خود میبالند. کردها هم همینطور. همه اینا برای ما یکی هن. من هم عکس اوجالان رو اینجا گذاشتم، هم بارزانی رو. خودم طرفدار اوجالانم، زنم طرفدار بارزانیه. نوروز رو به مردم کردستان تبریک میگم، به مسعود بارزانی و به اوجالان. اما شادی و آزادی همه داستان کردهای لبنان نیست. مسیحی ارمنی هاتن لبنانی خودی بوون درکتن. مسیحی محلی ارمنی‌های مسیحی که آمدن لبنان جایگاه خاص خودشان را اینجا پیدا کردند. مدرسه و دانشگاه و کلیسای مخصوص خودشان را دارند. اما به کردها چنین جایگاهی داده نشد. نه مدرسه خودمان را داریم، نه دانشگاه، نه کتابخانه. مشکل اصلی بسیاری از کردهای لبنان محرومیت از حق شهروندی این کشور است. 1956 کرد لیوری همه بین آسنامه بود. چند کرد چون آلی جونی. تا سال 1956 کردها شهروند لبنان حساب نمی شدند. یک سری از کردها که تبعه شده بودند هم به اسم مسیحی مارونی شناسنامه گرفته بودند. مثلا می‌دیدید اسم یک نفر سلیمان محمد ملا است، اما توی شناسنامه‌اش نوشته شده بود مسیحی. به او میگفتید تو کرد هستی، مسلمانی، چرا شناسنامه‌ات نوشته مسیحی؟ میگفت چاره ای نداشتم، میخواستم شناسنامه داشته باشم. کردهای لبنان میخواهند همچون ارمنیان و آشوری‌ها هویت قومی مستقلی برایشان تعریف شود، نه اینکه بخش کوچکی باشند از جامعه بزرگتر عرب سنی مذهب. کرد محرومن اقل وظیفه دولتی. کردها از داشتن کوچکترین شغل دولتی محروم هستند، از نمایندگی در مجلس، از شهرداری و غیره. موقع انتخابات که می شود می گویند شما برادر مایین و هموطن هستید و حقوقتان باید بهتون داده بشود. ولی من می گویم حق من اون صندلی توه، حق من اون شغل دولتی است که تو داری. اما به هر حال زندگی در لبنان امتیازات خودش را هم دارد. کردها کجا می توانستند به این راحتی هر پرچمی می خواهند برافرازند، عبدالله اوجالان را قهرمان بخوانند و هر شعاری دلشان می خواهد بدهند، آن هم در این آشفته بازار خاورمیانه. در حالی که اینجا بساط جشن و پایکوبی برپاست، جهان عرب رو جنگ و خونریزی و قیام و درگیری فرا گرفته.
البته فضای پرتنش منطقه بر جشن نوروزی اینجا بی تاثیر نبوده. نوروز کردهای بیروت سرشار بوده از شعار و سیاست. مهرداد فرهمند، BBC بیروت.